همدیرانی عزیز، هموطنان، برادر و اکاها. نهال ما 2 سال است. 2 سال نهال دارم ما پیوند کردم. سبز بسیار من انگوری دیجوکر است. دیجوکر من پیوند کردم در این نهال با این قلمچش هسته من تراشک کرده همون سبز باری که چیز کردم. این یه روز در دنیا او موندم. آزی پیوند کردم خودم پیوند میکنم. اینا من لزبکت من اینا کشودگی من لزبکت من کشودگی هستم. اینا ببینید میبینم من تو چیز میکنم برای اینجا من هر هفته تازه میکنم. من اینجا پایانش من تازه میکنم. اینا خودش نبراید این قلمچه چشمکش ساز کرده براید و بعد دویم سال این حاصل تید. ولی اینم از اینم درخت کلم میزنم. شما هم چی گفتنم در کور درخت کلم در حیاتون پیوند نکنید. درختی 7 ساله 8 ساله 9 ساله با پیوند نکنید. 3 ساله 4 ساله 5 ساله با پیوند کنید خوبتر است. درختی 10 ساله هم نکنید. بیخش برآمده باشه اتگی ریشه برآمده باشد هم خیلی سبز برآمده باشه هم خیلی سبز برآمده باشد پیوند کنید میشه سبز به سبز سبز به سیاه کنید میشود. این تا زمستان تا ماه اکتبر نوامبر قلمچه پخته رسیده هم خیلی سبز این سبز پخته رسیده دراز میشود. پیوند جوش بود شده چیز میشود حاصل میتیم. سلامت باشین. تشکر.